اگر به هر دلیلی حالا اتفاقی یا به خواست خودتون از اکانتتون خارج شدین و نمیدونین چطوری میتونین به راحتی داخل اکانتتون وارد بشین و یا زمانی که میخواین وارد اکانتتون بشین با یه سری مشکلات مواجه میشین، این ویدیو رو تا انتها تماشا بکنین. تو این ویدیو میخوایم به راحتی وارد اکانتتون داخل صرافی ایکسی بشیم و مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد با هم دیگه بررسی بکنیم. بعد از اینکه وارد اپلیکیشن صرافی ایکسی میشین، دو تا گزینه بالا وجود داره، ساین اپ و لاگین. ساین اپ خب برای کسایی که اکانت ندارن و میخوان اکانت بزنن که ویدیوشو تو ویدیو قبلی گذاشتیم، طریق ساخت اکانت داخل اپلیکیشن شو. و اما لاگین میریم برای لاگین تا بخوایم داخل اکانتمون لاگین بکنیم یا همون ورود به اکانت بکنیم. خب تو کادر اول ایمیلمون رو وارد میکنیم. حالا چون من قبلا باهاش ثبت نام کردم دیگه ایمیل به صورت خودکار هست، شما همون ایمیلی که باش اکانت دارین رو اینجا وارد میکنین، روی گزینه نک میذارین. اگر با شماره تلفن لاگین کرده باشین، اینجا شماره تلفنتون رو مینویسید، 2098 رو میزنین، کشور ایران میاد و شماره تلفن رو میذارین. اما خب موقع ثبت نام ما خدمتتون گفتیم بهتره که از شماره تلفن برای ثبت نام استفاده نکنید. خب من اینجا ایمیل رو دوباره مینویسم، بسیار عالی. روی نکست کلیک میکنید، خیلی راحت. تو این قسمت پس کد رو میخواد، اون پسوردی که واسه حسابتون گذاشتین، اون رمز عبوری که واسه حسابتون گذاشتین رو اینجا ازتون درخواست میکنه. خب من رمز عبور رو اینجا وارد میکنم، چشمی رو میزنم ببینم درست وارد کردم یا نه، میبینم بله درسته، روی لاگین میزنم. خب اینجا یه پازل به من میده، این پازل رو حل میکنم. اون بالا گفته که به ترتیب تصاویر هویج، حالا این نمیدونم چیه و این یکی که اصلا نمیدونم چیه، روی اوکی میزنم و ثبت میکنیم. خب صرافی الان یک کد به ایمیل من فرستاده و من اون کد رو باید داخل این قسمت وارد بکنم. اینجا ممکنه که یک مشکلی پیش بیاد. مشکل اینه که کد براتون ارسال نشه، هر چی ثبت بکنید داخل این باکستون کدی نیاد. پوشه اسپم هاتون رو چک بکنید. اگر داخل پوشه اسپم هاتون هم نبود، چند لحظه صبر بکنید. ممکنه به خاطر حالا درخواست‌های زیاد واسه لاگین به حساب از طریق حالا افراد دیگه اونجا با مشکل خورده باشه و یکم با تأخیر واسهتون ارسال بشه. چند لحظه صبر بکنید، نهایتا دوباره تلاش بکنید، واسهتون کد ارسال میشه و نگران نباشید. خب کد برای من 526 450. حالا من این عدد آخر رو نمیذارم، اینجا یک گزینه دیگه هستش که بهتون بگم. اگر شما 2FA رو وارد کرده، 2FA رو فعال کرده باشین برای حسابتون، اینجا ممکن ازتون کد 2FA رو بخواد. کد 2FA تون رو وارد بکنین که حالا ما طریق ساختش رو گذاشتیم واسهتون. اگر به کد 2FA دسترسی نداشتین، شیوه رو عوض بکنین و از ایمیل استفاده بکنین که همین کار الان کردیم. خب سرم میزنیم، 1 ثانیه مونده بود. و خب واسه دفعه اول داره میگه که میتونین خب شما فیس آیدی واسه حسابتون بذارین و حالا یا پسوردی چیزی بذارین که به طور راحتی بتونین خیلی ایمن تر بتونین داخل حسابتون بشین. من ضبط رو میذارم، فعلا در علاقه به این کار ندارم. و الان به راحتی من وارد حسابم شدم. بخش کیف پول که میام دیگه کیف پول من و داره از من درخواست میکنه که امنیت حساب رو ببرم بالا چون امنیتش پایینه. بریم برای ویدیوی بعدی و طریقه واریز کردن به صرافی ایکسی داخل اپلیکیشن موبایلش.